تو آره تو عیناً تو رو در نظر دارم نه کسی دیگری را. آیا زمان توبه فرا نرسیده است؟ آیا زمان فرا نرسیده است که توبه و استغفار کنی به آن ذاتی که داننده غیب هاست؟ آیا وقتی آن نرسیده است که به کاروان توبه کنندگان بپیوندی؟ آیا وقتی آن نرسیده است که از همه کرده هایت توبه کنی؟ همین قدر وقت نبودی اکنون آیا برنمیگردی؟ آخر عمر تو به طاعت گذشت. شاید که تو در انتظار چیزی باشی ولی از آن فایده نخواهی یافت، یا اینکه تو از جمله کسانی هستی که خود فریبند. و خود فریب کسی است که میگوید من توبه کردم ولی باز در گناه غرق است. من که او را میپرسم برای چی آن قدر دیر؟ چقدر عمر داری؟ چقدر عمر داری؟ 20 سال، 30 سال، شاید 90 سال. و بعد چی؟ ولی روز می آید و چی گناهی که تو در این دنیای پر از غرور زندگی کردی و روزهایت دراز و شبهایت کوتاه میشوند. چه بدبختیه، چه مصیبته. همه لذت ها می روند و وقتی پشیمانی نیز رفت و چیزی بجز درد و الم نیست. و دریغ همه‌اش تمام شد و دوستانت دیگر برایت فایده ندارند. و دریغ دوستداران تو دیگر همراهی تو را نمیکنند. شبهایی که به خواب گذراندی و برای قبرت چیزی آماده نساختی. و دریغ همه‌اش تمام شد. سالهایی که گذشت و وقتی که رفت آن را برای ترس از آتش جهنم استفاده نکردم. و دریغ نمازهایی که من قضا کردم، زکاتی که ندادم و روزهایی که نگرفتم. و دریغ وقتی بی‌بهایی را که من بیهوده گذراندم، گناهایی که انجام دادم و بعد فعلی که از من سر زد. و دریغ زبانی که بر ذکر او مشغول نبود و اعضاهای بدن که عملهای عبادت را انجام نداد. و دریغ روزی که نکوکاران به صفها در زینه‌های بلند جنت راست میشوند. و دریغ گناهکارانی که به چقوری جهنم پرتاب میشوند. و الله سبحان میگوید و انذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون انا نحن نرث الارض ومن عليها والینا یرجعون. همه لذت ها می روند، خرسندی ها گم می شوند و چیزی بجز درد و الم باقی نمیماند. همه لذت ها به حرام و مرگ میبرد. تنها گناه و جنایت و عاقبت بد ماند و خلاص و چیزی باقی نمیماند بجز از رسوایی و شرمساری. هیچ چیز باقی نخواهد ماند. همه به آخر میرسند جز این که نتیجه عمل های بد ما باقی بماند. خوبی در لذت حرام نیست و جز این که عاقبتش عذاب آتش باشد. و الله سبحان میگوید ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعداً دارنده بزرگی و قدرت که در را به رحمت خود باز میکند میگوید قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. دارنده بزرگی و قدرت میگوید الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یا الله ای ذاتی که رحمتش تمام چیز را احاطه دارد، بنده های ضعیف و بیچاره‌ات را رحم کن. ای پروردگار من، اگر گناه‌هایم زیاد شوند من میدانم که تو مرا میبخشی با بخشایش بزرگ. اگر از تو تنها محسن‌های امید کنند که عمل‌های صالح دارند، پس بنده های گناهکار و ظالمت به کی امید بسته از کی پناه میطلبند؟ و یگان وسیله برای رسیدن به تو نیست و جز آنی که از تو طلب کنم و امیدم را به واسطه اسما و صفات زیبایت به تو بندم و من یکی از مسلمان‌هایم. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.